شویر خلقی تاجیکستان گلرخزور صفی و در صحیفش در فیسبوک مرثیه پرسوزی را در مرگ همسرش نعمت رجبیان نشر کرده است. الوداع نعمت، الوداع نعمت زندگی من، الوداع دوشفعره که دوستی را به عشق و عشق را به دوستی بیزوال همیشگی مبدل نمودی. با اندوه گران و درد بیزمان گلرخزار ماتمدار تو نوشته است گلرخزار. و اما خود مرثیه را گلرخزار به شکل وداع با همسرش نوشته است. دل صبح از آی شب شد سیاه، شبی نامرادان ندارد صبا. غمم را گذار و ببر شادیت، به غم تکیه سازم منی غم پناه. تو هم می روی همه می روند، صبا بوی صدبرگ پژمرده آورد. خیالم غم شادی مرده آورد، به دوش شبی ناتوان تکیه کردم. سرودی وداع تو را گریه کردم، گریه کردم، گریه کردم. تو هم می روی تو هم می روی، همه می روند همه می روند. نعمت رجبیان عالم شناخته که سالهای زیاد در پژوهشگاه گلوگ کار کرده بود، روز 9 اپریل در سن 79 از عالم چشم پوشید و همان روز در آرامگاه سر آسیای شهر دوشنبه به خاک سپریده شد. به گفته نزدیکانش نعمت رجبیان ماه‌های آخر بیمار بستری بود و استاد گلرخزار تا دم مرگ در پهلوی شوهرش بود. پسر یگانه آنها عزیز که در خارج قرار داشت بعد شنیدن خبر مرگ پدر به تاجیکستان برمیگردد.